اختراعاتی که باعث مرگ مخترعشون شد. فرانس رایکلت، سازنده کت چتر نجات، سال 1912 با چتر خودش از برج ایفل پرید، ولی خب چترش باز نشد و همونجا فوری جون داد. توماس میجلی جونیور هم یه همچین سرنوشتی داشت. مخترع سیستم تخت با قرقره. خودش به خاطر بیماری زمینگیر شده بود و از این سیستم برای بلند کردن خودش از تخت استفاده میکرد، ولی یه بار قرقره ها گیر میکنه و طناب دور گردنش میپیچه و باعث خفگیش میشه. ویلیام بالک، سازنده دستگاه چاپ چرخشی، موقع نصب یکی از دستگاه خودش پاش زیرش موند، له شد، بعدش باعث شد قانقاریا بگیره و فوت کرد. والریان آباکوفسکی یه واگن هوایی ساخت، یه واگن قطار پرسرعت با موتور هواپیما، ولی موقع تست از ریل خارج شد و خودش و 6 نفر دیگر رو کشت. یه اتفاق مشابه برای هنری اسمولینسکی افتاد سال 1973. روی یه فورد پینتو بال نصب کرد، توی پرواز بالها جدا شدن، سقوط کرد و مرد. هنری وینستنلی یکی از اولین فانوس‌های دریایی موفق و ساخته بود، ولی سال 1703 یه طوفان خیلی عجیب غریب اومد و ایشون تصمیم گرفت که داخلش بمونه. متاسفانه کل فانوس خراب شد، ریخت و خودش و 5 نفر دیگر رو به کشتن داد. روحشون شاد.